سلام، عیدتون مبارک. نوروز 1403 رو به همه ایرانیایی که در سراسر جهان هستن تبریک میگم. این عید باستانی رو به همه تبریک میگم. ان شاءالله که سال بسیار شاد و خوبی داشته باشید. اگه دوست داری همچین کاری رو یاد بگیری و به عنوان هدیه نوروزی از ما داشته باشی، تا انتهای ویدیو با من همراه باش. برو. سلام و درود، من میلاد هستم، با آموزش‌های بادکنک‌کاری در خدمت شما هستم. امروز می‌خوام یک دکور نوروزی بزنیم به مناسبت نوروز 1403. قرار یک بوکت 4 ردیفه یا 4 ستونه 1403 بزنیم با رنگ‌های بنفش. شما برای زدن این دکور نیاز به یه سری وسایل دارین که این وسایل رو به صورت دونه دونه بهتون میگم به چه صورتیه در طی یک ویدیو. خب وسیله مورد نیازی، اولین گزینش تلمبه برقیه یا تلمبه دستی، فرقی نداره. بادکنکی که برای زیرکار استفاده کردن بادکنک بنفش و سفید ساده است. 4 تا ستون داریم و نیاز به 4 تا بادکنکی که توش آب پر شده باشه برای حفظ تعادل. به قیچی نیاز داریم برای برش بادکنک ها. به چسب بادکنک نیاز داریم. به بادکنک های ماری نصفه نیاز داریم برای بستن بادکنک ها. به این صورت برای بستن بادکنک های عددیمون. خب چون بادکنک فویلی های ما بزرگن، ابعاد 1 متری هستن، ترجیحاً از ابعاد کوچکتری از برای ستون استفاده می‌کنیم. در نظر داشتم 3 طبقه درستش کنم، ولی الان 2 طبقه کافیه چون خیلی قدش بلند میشه. 2 طبقه هم سعی کنید سایز 8 اینچ و 6 اینچ استفاده کنید. من یه دونه رو توضیح میدم دیگه، نیاز به توضیح نداره. ببین این آبی که به عنوان حفظ تعادل استفاده کردیم، این ستون اول پایینمونه. اینو بهش متصل میکنیم به این صورت، گره میزنیم. سیستم به علاوه برای ستونامون گفتم برای اینکه بخوایم مارپیچ در بیاریم. بریم ستونای بعدی رو بزنیم. خب ما یه ستون رو درست کردیم، عدد رو باید روش متصل کنیم، دونه دونه بریم جلو. خب یه ستون کافیه فعلا، میذاریمش کنار، بریم ستونهای بعدی رو بزنیم. تموم شد، دونه دونه عددا رو بهش متصل میکنم. خب ما 4 تا ستون رو درست کردیم، ستون 2 طبقه، و این ستون‌های 2 طبقه قرار روشون عدد قرار بگیره. بریم عددا رو بچسبونیم. خب برای وصل کردن عدد به ستون تو ویدیوهای قبلی زیاد توضیح دادیم دیگه. با فرض اینکه شما بلدین میریم متصل کنیم. با استفاده از یه بادکنک ماری نصف شما میتونید بادکنک فویلیاتون رو باش گره بزنید و اون بادکنک فویلی رو متصل کنید به هر جایی از ستون بادکنکی. ببینید من اینو متصل کردم به این صورت. راه حلش هم خیلی ساده است، میتونید تو ویدیو بالا کامل آموزشش رو ببینید، تو ویدیو قبلی هم هست. خب میریم برای متصل کردن عدد رو یک قسمتش رو با دست میگیریم،
این بادکنک ماری رو به دورش میکشیم فقط. به همین راحتی بادکنک عددیمون متصل شد به ستون. بریم بعدی رو هم بچسبونیم. یه نکته، بعضی از عددها مثل عدد 7 مثل عدد 4 قسمت پایین عددش به صورتیه که کامل وای نمیسته. پایین تمام عدد فویلیا دو تا گوش داره. شما میتونید از دو تا گوش استفاده کنید، دو طرف ببندید. ببینید به چه صورتی دارم میبندم. من دو تا بادکنک ماری بهش متصل کردم. نکته خیلی مهمیه. ببینید همون روشه، با اون روش میپیچیم فقط دورش. فقط شما کافیه بادکنک ماری رو دور بادکنک‌ها بپیچین، به هم دیگه گره بزنید. چون حالت کیسانی داره میکشه، چون به فویل هم متصل شده، به راحتی میشینید داخل بادکنک و نه دیوارهای بادکنک رو پاره میکنه نه اتفاقی برای خود ستونتون میفته. بسیار روش ساده ایه. خب 1400 و الان بریم 0 رو متصل کنیم. خب بچه‌ها، خب ما تا اینجا 4 تا ستون با 4 تا عدد رویش نصب کردیم 1403 و اینکه الان می‌خوام یه اکسسوری خیلی ساده‌ای که قبلا هم آموزشش رو گذاشته بودیم، همین مرواریدهای خوشگلی که با بادکنک ماری درست میشه. شما اینجا نیاز به 2 تا بادکنک ماری برای هر ستون داریم. من مرواریداشو درست کردم. الان میخوام بهتون یاد بدم که روی این ستون بوکت با چه تکنیکی باید بچسبونیم که مرواریدها از هم دیگه باز نشه. با استفاده از چسب بادکنک میتونید این مرواریدها رو بهش متصل کنید. خیلی کار ساده‌ایه، فقط یه کمی دقت میخواد. دقت کنید به چه صورتیه که شما یک بار انجام بدین به راحتی یاد میگیرید. چیز خاصی نداره. خب بچه‌ها، اول اینکه اون تکنیکی گفته بودم دو انگشت رو بین بادکنک اول قرار بدین، هیچ وقت دستتون رو باز نکنید. شما برای این کار شما اول نیاز دارین یه دونه چسب رو برای شروع کار بزنید. من میخوام مثلا عدد 0 از پشت شروع بشه، بیاد به سمت جلو به این سمت کشیده بشه. کافی یه دونه چسب به قسمت بادکنکی که بین دستام هست متصل کنم. خب بادکنک متصل شد. برای اینکه اینجوری خوب وایسه، من دونه دونه این قسمت ها رو چسب میزنم. سعی کنید چسب خود بادکنک ماری بزنید تا به سطح بادکنک فویلی رو. دیدیم بچه‌ها، من فقط با استفاده از چند تا دونه چسب دونه دونه چسبوندم، خیلی با حوصله، خیلی آروم. اصلا نترسین بادکنک بترکه، اصلا نترسین که بادکنکتون باز شده. دونه دونه گره بزنید، دونه دونه بچسبونید بیاین پایین. هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته.
خب ما تو این روش میخوایم یه دونه بادکنک ماری رو باد میکنیم، خالی میکنیم. برای اینکه این مرواریدهای خوشگل رو درست کنیم لابلای این کارا استفاده کنیم، میایم براشون اول باد میکنیم، خالی میکنیم. ببینید به چه صورتیه. خب از اینجا به بعد دست من رو نگاه کنید، خیلی راحت میتونید همچین مرواریدهای خوشگلی رو بزنید. این یه دونه مروارید 2 انگشت میره لابلاش. بعدی همینجوری تا بریز. خب دیدین که یه ریسه خیلی خوشگل رو با هم درست کردیم. دو طرف اولین و آخرین انتها رو داشته باشین که گره ها با هم باز نشه. خب بریم ببینیم به چه صورتیه. حالا دیگه نوع چیدمانش دست خودتونه، میتونین دورش بپیچین، میتونین لابلاش بپیچین، میتونین هر کاری بکنین. این دورش هم خوشگل میکنه کارو. من بادکنک رو میچرخونم ببینیم به چه صورتیه. یکی از همین گره رو کافیه دورش بپیچین. تمام. میکشیم بذار بره پشت کار که خودش رو هم نشون نده. برای اینکه این اضافاتش رو ببریم با استفاده از یه قیچی این قسمت لبه رو میگیریم، کافی این دوتا رو با هم دیگه گره کنید، دیگه بادی خارج نمیشه. اینو به بدنه وصل کردیم، اینو دورش، اینو از بالا آوردیم، اونم به اون شکل نصب شده. بعضیاشون 2 تا بادکنک ماری مصرف شد، بعضیا هم یه دونه. بچه‌ها ما ویدیومون به پایان رسید. مرسی که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودین. سال 1403 رو به همتون تبریک میگم. ان شاءالله که سال پر از برکت، پر از شادی برای همتون باشه. تا میتونید تمرین کنید بادکنک‌آرایی رو. اینو برای دوستانتون بفرستین به عنوان هدیه نوروزی تا بتونن تو خونه‌هاشون برای خودشون درست کنن. هر سوالی هم دارید توی کامنت ها ازم بپرس، با جون و دل جواب میدم. خیلی مخلصیم.